سلام عرض ادب خدمت تمام هموطنان عزیز. این یکی از پایگاه مقاومتگران است که این امارات اسلامی افغانستان به رهبری امیر صاحب امنیت پنجشیر عبدالحمید خراسانی این پایگاهشان گرفتیم. لازم مقاومتگرای اهل ولایت فرار کرده، این پایگاهشان رو گرفتیم، مخفیگانشان کاری است که ما کور میگیم، بعضی ها سوس میگن. این مخفیگاه مقاومتگرا بوده که الحمدلله ما به عملیاتی که داشتیم این منافقین فرار کردیم. قرارگاهشان که در یک بین کوه است تصرف کردیم. الحمدلله و دنبال مقاومتگرا هستیم. انشاءالله هر جایی که برام به سلامشون انشاءالله میگیم و سفتارشون میکنیم.